سلام. ما تو قسمت قبلی آزمایش فیزیک انجام دادیم، آزمایش علمی برای تجزیه آب. بعد تصمیم گرفتیم یه بزرگترش رو درست کنیم. من تو این ظرفم 5 تا صفحه جا شد. صفحه هامو دارم میذارم، میخوام 3 تاشو برای هیدروژن اختصاص بدم، 2 تاشم برای اکسیژن. بعد یه جوری صفحه هامو نصب کنم که با همدیگه برخورد نداشته باشن، یعنی یه فاصله بینشون باشه. یه اندازه‌گیری انجام میدم برای اینکه 2 تاشو میخوام به هم دیگه نصب کنم. بعد یه دونه لوله مسی پیدا میکنم و میخوام صافش میکنم. صافش که کردم، اون اندازه‌ای که میخوام زدم، علامت میزنم، سوراخ‌کاریامو انجام میدم و خمکاریامو. خب بعد از اینکه خمکاریو انجام دادم، جای سوراخی که میخوام پیچ کنم و علامت میزنم، سوراخ‌کاریامو دوباره انجام میدم. سوراخمو که زدم، اینا میخوام پیچش میکنم قشنگ محکم سر جاش. ما تصمیم داریم از بعد ویدیو کوتاه درست کنیم. فیلم کوتاه بعد چند بخشی میشه، چون زمان بر کاری که انجام میدیم میگم که چند تا فیلم این درست میکنیم. خب اون خمکاریش انجام شد. حالا برای صفحه بزرگترمون اومدیم یه دونه لوله مسی رو صافش کردیم، جایی که باید در واقع پیچ به هم علامت زدیم، سوراخ‌کاری انجام دادیم. بعد 3 تا صفحه‌مون رو قشنگ پیچ و مهره میکنیم و محکمش میکنیم. خب همونطوری که گفتیم، ما به خاطر اینکه یوتیوب بیشتر از 3 دقیقه اجازه نمیده ما بخوایم فیلم بذاریم و این ویدیو ما هم حدود 4 دقیقه و نیم در اومد، با تمام حذف کردن و کم کردن های فیلم و سرعت و اضافه کردن و اینا.